از تمام ثروت و بویگرهای عالم پرقیمتترینش دانش می باشد، زیرا آن نه گم می شود و آن را نابود کرده هم نمی توان. این حکمت هندیان قدیم است و واقعا هم نمایش امروزه ما محض برای آنهایی است که میخوان دانش، مهارت و ملکه خود را سنجند. این شماره نخستین نمایش به پیش است که در آن شما می توانید که شرکت ورزید و البته از دانش و مهارت خود دیگران را آگاه نمایید. طوری می‌بینید در استودیوی ما 4 راهرو است، یعنی 4 نفر می توانند که شرکت ورزند و برای هر یک دور یک سوال به اشتراکچی پیشنهاد کرده می شود. یعنی در خانچه کبود به اشتراکچیان سوالی نسبتا آسان‌تر و 10 ثانیه برای فکر کردن داده می شود. همینطور متناسباً در خانچه دوم، خانچه سبز، با آنها سوال و 20 ثانیه برای فکر و ملاحظه، در خانچه زرد 30 ثانیه و در خانچه چهارم باشد 40 ثانیه برای فکر کردن داده می شود و همزمان نفری که اولین شده به دوره گویم راه خط میگیرد می تواند که با جواب دادن به یک سوال غالبی نمایش شود. ما با غالبی نمایش همزمان تحفه آماده نمودیم و نفری که در نمایش ما با غالبیت مشرف می شود راه خط میگیرد به یکی از کورس های تعلیمی مرکز تعلیمی قلم، یعنی به طور رایگان می تواند که در یکی از کورس ها در مدت 3 ماه تحصیل کند. کورس های زبان آموزی و کورس ها از دیگر فن های دقیق نیز هستند. چون در استودیوی ما می بینیم که 4 گروه نشستند، من خواهش میکنم که چون در نمایش اول است از هر گروه یک نفری خواهشمند برایند. هر 4 نفر با خانچه کبود گذارید، ولی حالا خانچه کبود گیران نمی شود زیرا حالا ما به شما سوال پیشنهاد نکردیم و شما جواب ندادید. ما برای هر یک دور در 4 لفافه 4 سوال داریم. سوال های دور اول رو میگیرم. من میخواستم که در اول نفرانی که میخوان که در نمایش ما شرکت ورزند خودشون رو معرفی کنند. من قربانام موزه خواننده صنف 11 ب در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمچیلش تحصیل مینمایم. من محمود و سعیده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 میباشم. دولت و ملکه بانو هستم، خواننده صنف 11 ای گیمنازیوم رقم 74 ناحیه فردوسی. همزمان گیرنده استیپندیا پرزیدنتی در سال تحصیل 2018 و 2019. آفرین. من رحیم و شبنم خواننده صنف 11 در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 69 ناحیه رودکی تحصیل میکنم. مفزونه، سعیده، ملکه بانو و شبنم 4 اشتراکچی نمایش نخستین ما، هر 4 هم خط کننده هستند. من فکر میکنم که با خود باوری هم دارن که در نمایش ما اشتراک میکنن و شرط های نمایش ما دشوار نیست، سوال ها دشوار نیستند. البته از شرط ها آگاه شدید. و شرط دیگر اون است که شما هر کدام مخلصان دارید، یعنی گروهی یاری دهنده شما، اگر به یگان سوال یگان دور شما جواب پیدا نکردید، پس در دور دوم در همان دور به شما اگر سوال پیشنهاد شود می تواند که گروه به شما یاردم کند. خب شرط ها فهمو است. ما باز در رفتی نمایش با شما باز از نزدیک شناس میشویم و باید گفت که کسی که در نمایش شما غالب می شود این غالبی رمزی است. مهم اون است که ما با واسطه شما با بینندگان سوال پیشنهاد کنیم و بینندگان نیست همراه شما البته باور دارم که در یافتن جواب کوشش میکنم. نمایش را آغاز میکنیم و از مفزونه. در این دور سوال دشوار نیست. با شما 10 ثانیه وقت برای فکر کردن داده می شود. سوال یکم با شما چنین است. مفزونه دقت کنید. این حرف ها در الفبای زبان تاجیکی همگی 4 تا اند. این حرف ها در الفبای زبان تاجیکی همگی 4 تا اند. وقت رفت. مرحبا. یاد بر سرها. قدم ها. یا
یا ی یا ی یا یا ی یا یا و یو. یو یوت. بله اینو یود بر سر هستند. جواب درست است. مرحمت. یک قدم به پیش. جواب درست است. مرحمت. سوال به سعیده. 10 ثانیه وقت هم دارید. ساده ترین ارگانیسم زنده روی زمین کدام است؟ حجره است. فکر کنه. 10 ثانیه. وقت به انجام رسید سعیده. ساده ترین ها. کدامش ساده ترین ارگانیسم زنده روی زمین؟ باکتریا ها. تو ما میگذاریم به ملکه بانو. ملکه بانو سوال به شما چنین است. در ورزش دوست می‌دارید شما؟ نه اونقدر نه. شوق ندارید به ورزش عموما؟ در مؤسسه با والیبال مشغول میشم لیکن اونقدر شوقم ندارم. با یگان نمود ورزش شوق ندارید؟ والیبال کمتر. خوب. در ورزش اصطلاح آغاز هر گونه مسابقه کدام است؟ استارت. بله درست است. مرحمت شما نیز به پیش. سوال به شبنم. در این درس سوالات دشوار نیستند. شبنم سوال میخواد. در بازی شاهمات غلبه را چی میگویند؟ 10 ثانیه وقت. در بازی شاهمات غلبه را چی میگویند؟ وقت به انجام رسید. جواب شما نیست. کلمه شاهمات خودش معلوم است. شاه مات می شود. خوب بک نیست. ما برای موضوع از سوالهای دور دوم استفاده میبریم. با کدام فن بیشتر توجه داره شما؟ بیولوژی، شیمی، فیزیک. زبان. در آینده دکتر شدن. در این درس سوال اندک دشوار است. برای من اندک دشوار بسیار نه. برای من ما به شما 20 ثانیه برای فکر کردن میدهیم. سوال چنین است. جای گذاشتن ماهیان را میدانید؟ چی نام دارد؟ ماهی را در کجا نگاه میدارند؟ اکواریوم. در اکواریوم. بله درست است. ولی سوال ما این نیست. سوال ما چنین است. ماران را در کجا میگذارند؟ ماهیان را در اکواریوم. مار خزندگان را در چی نگاه میدارند؟ 20 ثانیه وقت. ای کمک دوستان میتونم استفاده؟ نه. فقط در سوال دوم همین دفعه شما فقط کمک میپرسید. جای گذاشتن ماهیان نام دارد اکواریوم. جای گذاشتن مار و دیگر خزندگان چی است؟ چون شما با بیولوژی توجه دارید. این سوال با سایش در سایه شما است. وقت به انجام رسید. 20 ثانیه الکی پسی سر شد. یک بار دیگر. جای گذاشتن مار و دیگر خزندگان رو چی میگویند؟ جواب شما؟ شیشه. شیشه؟ داخل همون. خوب. ما گفتیم که جای گذاشتن ماهیان را اکواریوم مینامند، ولی جای گذاشتن دیگر خزندگان از جمله ماران را تراریوم میگویند. بله. سعیده در دور اول سوال با شما. ادبیات رو دوست می‌دارید؟ بله. کدام فن رو از همه زیاد نقض می‌بینید؟ همه‌اش رو. خوب. سوال چنین است. مطلع و مقطع چیست؟ 10 ثانیه وقت. مطلع و مقطع. شما گروهی یوردینده نیز دارید. میتونید که مشورت کنید. مطلع و مقطع. وقت به انجام رسید. ادبیات میخونید؟ غزل رو میدونید؟ آغاز و انجام هر غزل را مطلع و مقطع میگویند.
ملکه بانو، سوال با شما در دور دوم 20 ثانیه وقت میگیرید. شما کدام فن رو دوست می‌دارید؟ من بیشتر به فن‌های گومانیتری از جمله زبان انگلیسی و اینچنین خیمیا و بیولوژی را نیز نقص می‌بینم. با عالم پرندگان توجه کردگی هستید؟ یگان پرنده رو شما دوست می‌دارید، می‌پسندید؟ بله، کبوتر را. کبوتر رو. سوال با شما چنین است. پرنده‌ای که رمز عاقلی، دانایی و خردمندی حسابیده می شود. 20 ثانیه وقت. پرنده‌ای که رمز عاقلی، دانایی و خردمندی حسابیده می شود. کبوتر. کبوتر. وقت هم به انجام رسید. پرنده، یک بار دیگر سوال تکرار میکنم. پرنده که رمز عاقلی، دانایی و خردمندی حسابیده می شود. کفتر. چون شما کبوتر رو دوست می‌دارید، به من خاطر گفتید، نه؟ شما بوم را شنیدگی هستید؟ بله. این بوم رمز عاقلی و دانایی است. شبنم، سوال با شما. سوال ما از تاریخ است و 10 ثانیه وقت هم میگیرید و شما همچنین به شما میتوانند که نفرانی که همراه شما هستند یاردم کنند. همه آماده میشویم. دولت سامانیان از روی چند دیوان اداره میشد؟ 10 ثانیه وقت. دولت سامانیان از روی چند دیوان اداره میشد؟ مرحمت. روی 10 دیوان. از روی 10 دیوان. ما میدونم که به شما یاردم کردن، ولی به هر حال جواب شما درست است، چون دویم است ما قبول میکنیم. مرحمت. به دور دیگر میگذاریم. موضوع نه. سوال در دور دوم. توجه کنید. شبانه روز در کدام موسم کوتاه‌تر است؟ زمستان یا تابستان؟ 20 ثانیه وقت. شبانه روز در کدام موسم کوتاه‌تر است؟ زمستان یا تابستان؟ تابستان. فکر نکردید. جواب شما؟ تابستان. انیق. انیق. خب. این سوال اندکی به منطق وابسته بود. شبانه روز چند ساعت است؟ 24 ساعت. پس در تابستان زیاد می شود مقدار ساعت‌های شبانه روز. موضوع نه. یعنی شبانه روز شما حتی امکان داشتید که با گروه مشورت کنید، مشورت نکردید. شبانه روز در یگان فصل سال زیاد یا کوتاه نمی شود. 24 ساعت می ایستد. فقط روز یا شب دراز یا کوتاه. خود شبانه روز نه، روز یا شب دراز یا کوتاه می شود. سوال کمی منطقی بود. شما کمتر باید فکر میکردید. سیده، مقدار حرف ها در الفبای زبان روسی چقدر است؟ 33 تا. بله، جواب درست است. مرحمت. شما نیز با دیگران برابر شدید. بذارید. ملکه بانو، دور دوم. سوال چنین است. با واسطه کدام عضوهای حس انسان محیط اطراف را درک میکند؟ 20 ثانیه وقت. شما گروه دارید. با واسطه کدام عضوهای حس انسان محیط اطراف را درک میکند؟ مرحمت. درک میکنم. بصیره، سمعه، ذائقه، لمس. وقت به انجام رسید ملکه بانو. حتی یگان نفر از گروه داند میتواند به جای شما جواب دهد، ولی اول من میخواستم که جواب خود شما رو فهمم. با واسطه کدام عضوهای حس انسان محیط اطراف رو درک میکنه؟ چند عضو حس داریم ما؟ 5 عضو حس داریم. کدام ها هستند؟ سمعه، سامعه یعنی شنوایی، بصیره یعنی بینایی، خوب، ذائقه، ذائقه یعنی حس کردن طعم، با چی؟ و لمس. لامسه. لمسه. یک تا دیگه؟ شامه. بله، شامه. شامه.
درست است. جواب درست و شما رو من به دور سوم میخونم. شبنم، شما نیز به فنهای طبیعی ریاضی توجه دارید. خیمیا رو دوست می‌دارید؟ چون شما نیز به نظرم طبیب شدنی. خیمیا نه، بیولوژی. خیمیا بیولوژی. سوال به شما از خیمیا. سوال چنین است. کدام المنت‌های کیمیایی به شرف دولت‌ها گذاشته شدن؟ یعنی نام دولت‌ها. کدام المنت‌های کیمیایی؟ 20 ثانیه وقت دارید. سراسیمه نشوید. شما باز گروهی یاری رسان نیز دارید. کدام المنت‌های شیمیایی به شرف دولت‌ها گذاشته شده است؟ وقت به انجام رسید. فرانسی، گرمانی و لیتی. نه. ایلووا دارد گروه. دو تاش درست است. فرانسی، گرمانی. ما الان به شما فرصت دادیم. شبنم، گرمانی، فرانسی به شرف گرمانیا و فرانسه هست. المنتی امریتی به شرف امریکا. به شرف روسیه هم هست. میدونید چی نام دارد؟ روتنی. و به شرف پولشا باشد پولونی. امریتی، گرمانی، فرانسی، پولونی و روتنی. متاسفانه شما تنها دو تاش رو نمبر کردید. ما به شما امکان دادن نمیتوانیم که بعد قسمتی سوم نمایش ما گذارید. موضوع بحرهای روی زمین رو میدانید؟ بحرها خیلی زیاد هستند، لیکن در سوال چنین است: در کدام از بحرهای روی زمین غرق شدن امکان ندارد؟ یعنی آدم غرق نمی شود. 20 ثانیه وقت. در کدام بحر روی زمین آدم غرق نمی شود؟ مرحبا. بحر مرده. بله. حساب می‌کنم که بحر مرده نمک زیاد دارد، در آن آدم غرق نمی شود. درست است. من شما رو به دور دیگر دعوت میکنیم. و به هر حال گروه یاری رسانی هم شما هم ملکه بانو خیلی خوب کار کردن. سیده، تئاتر رو میدونید؟ اصطلاح تئاتر رو میدونید؟ تئاتر چگونه جو است؟ نمایشگاه، نمایشنامه ها. جویی که در آن نمایشنامه‌های تئاتری، اسپکتاکل، در تئاتر اپرا باشد لیبرتو، بالت و دیگر نمودهای صنعت پیشکش کرده می شود. همین کلمه تئاتر خودش کلمه یونانی است. سیده، کلمه یونانی است. سوال با شما چنین است: تئاتر چی معنا دارد به زبان تاجیکی؟ 20 ثانیه وقت. وقت به انجام رسید. سیده. نمایشگاه. نمایشگاه. باز یگان چی دیگه نه؟ قریب نزدیک آوردید. در تئاتر چیکار میکنن؟ صحنه بود، در صحنه بازی میکنن. خوب. باز تئاتر کلمه یونانی است و با زبان تاجیکی میدونید چی معنا دارد؟ جای تماشا. شما نزدیک آوردید. ولی جای نمایشگاه هم است، ولی خودی معنای تئاتر جای تماشا است. ما با قسمت سوال‌های دور سیوم میگذاریم. در دور سیوم با شما سوال پیشنهاد می شود
30 ثانیه وقت به شما میدهیم، ولی در این دور سوال ها وریانت دارند. یعنی شما از 4 وریانت یکی رو انتخاب میکنید. خب سوال با شما از فنی خیمیا. سیکلوپنتان چند ایزومر دارد؟ 2 3 5 6. 30 ثانیه وقت. نه. سیکلوپنتان چند ایزومر دارد؟ 2 3 5 6. سیکلوپنتان 3 ایزومر دارد. شما رو فرصت دارید برای این. ملکه بانو فکر کرده شده؟ از کیمیا ارگانیکی وقت به انجام رسید. سیکلوپنتان چند ایزومر دارد؟ مرحبا جواب شما. 2 3 5 6. سیکلوپنتان 2 ایزومر دارد. 2 تا دارد. این جواب شما. در همین کلمه سیکلوپنتان یک جزءش کلمه پنتا است. 5. چند می شود؟ 5. پس چند بود است؟ 5 ایزومر. 5 ایزومر دارد. چون باید توجه میکردید به خودی کلمه. شبنم سوال با عالم نباتات و حیوانات توجه دارید؟ دایر به حیوانات، دایر به پرنده ها، دایر به خزنده ها. بله؟ سوال با شما از عالم حیوانات. کدام حیوان، کدام جانور امکانی در یک وقت تا 250 لیتر نوشیدنی آب را دارد؟ 20 ثانیه وقت به شما. سراسیمه نشوید. کدام جانور امکان نوشیدن تا 250 لیتر آب را دارد؟ وقت به انجام رسید. شبنم. زرافه یا اینکه فیل؟ نه شما انیق کنید. چی جواب شما؟ مرحمت. فیل؟ فیل. گروه شما یگان علاوه ندارید؟ مرحمت. یاردم میکنید. این حیوان شتر است. موضوع برای شما هم سوال های پیشنهاد میکنیم که با وریانت دارن. خب با همون خاطر شما وریانت درست رو انتخاب میکنید در مدت 30 ثانیه. از بین رستنی هایی که من حاضر نامبر میکنم کدامش به گروه یک ساله داخل میشود؟ خب توجه کردیم. تربوز، کرم، پیاز، شلغم. 30 ثانیه وقت. تربوز، کرم، پیاز و شلغم. تربوز، کرم، پیاز، شلغم کدامش به گروه رستنی یک ساله داخل می شود؟ پیاز. سراسیمه نمیشویم. حالا وقت کمتر دیگر وقت دارید. وقت به انجام رسید. تربوز. شما تربوز، کرم، چرا پیاز شلغم نه؟ برای چی تربوز؟ چون که اینها رستنی های 2 ساله می باشند. اول بیخ میوه حاصل میکنند اولی سال، بعدی آن دوم سال تخم حاصل میکنند. اگر من گویم که جواب شما نادرست است خفه نمیشوید؟ خفه میشم. میشوید؟ یکی جواب شما درست است. مرحمت. اندکی به پیش آمده قریب به فینال نزدیک شدید. سیده سوال اندکی منطقی است. توجه میکنیم. آن چیست که همیشه می افزاید، زیاد می شود ولی هیچگاه کم نمی شود؟ 20 ثانیه وقت. همیشه می افزاید یا که زیاد می شود ولی هیچ وقت کم نمی شود. چی است؟ سوال منطقی است. زیاد می شود؟ وقت به انجام رسید.
سوال تکرار میکنم. آن چیز که همیشه زیاد میشود میافزاید ولی کم نمیشود چی است؟ آب، نفهمیدم. آب. آب زیاد میشود کم نمیشود. روشنایی، آن چیزی که زیاد میشود و کم نمیشود عمر است. نگفتید شما آب گفتید. خب ملکه بانو شما این دفعه امکان دارید که از گروه یاردم پرسید زیرا الکی سوال دوم در این دور به شما است. درباره تاجیکستان معلومات زیاد دارید؟ جغرافیای تاجیکستان، اقتصادیات تاجیکستان. بله. سوال آسان است. در تاجیکستان کدام ناحیه اقتصادی دو ناحیه طبیعی را در بر میگیرد؟ وخش، حصار، سوخت، کلوب. کدام ناحیه اقتصادی تاجیکستان دو ناحیه طبیعی را در بر میگیرد؟ وخش، حصار، سوخت، کلوب. فکر کردیم؟ دشوار نیست. وادی وخش، وادی حصار، منطقه کلوب و ناحیه اقتصادی سوخت. کدام از اینها دو ناحیه طبیعی را در بر میگیرد؟ وقت به انجام رسید ملکه بانو. وخش، حصار، سوخت، کلوب. وخش. برای چی؟ کدام دو؟ خوب وادی وخش کدام دو منطقه طبیعی است در اینجا؟ سوخت در اینجا ولایت است. خوب. ولایت سوخت. سوخت اینجا به معنای ناحیه اقتصادی است، ولایت نه. با فکرم جوابی درست سوخت می باشد. برای چی؟ کدام دو ناحیه اگر سوخت باشد؟ گروه شما علاوه ندارد؟ جوابی آخران شما سوخت. سوخت. لیکن نمیدونید کدام دو ناحیه طبیعی. شما تخمین گفتید. اگر این دفعه هم خطا کرده باشه چی؟ هیچ کم نرو افتاده نمیشه. انیق. خب در منطقه اقتصادی ناحیه اقتصادی سوخت که شما گفتید واقعا دو ناحیه طبیعی است. ناحیه طبیعی وادی زرافشان و منطقه طرف شمالی تاجیکستان. واقعا دو ناحیه طبیعی است و جواب درست است. مرحبا. شما آهسته آهسته شما نیز به پیش میگذارید. شبنم سوالات دشوارن؟ درباره خودتون نقل کنید چی مشغولیت دارید غیر از خواندن؟ باز چی بچه کدوم کارو مشغول میشوید؟ شعر ایجاد میکنم. شعر ایجاد میکنید؟ نه از یاد میکنید. خواندن حکایه و اثرها. کتابخوانی رو دوست می‌دارید؟ سوالات دشوارن؟ نه کمتر در هیجانم. در کدام ساختار جمعیتی دستگاه مجبور کنی و معیارهای حقوقی وجود نداشت؟ 20 ثانیه وقت. فرماسیون جمعیتی رو میدونید؟ در کدامش مجبور کنی وجود نداشت و معیارهای حقوقی نیز نبودن؟ ابتدایی. چیزی ابتدایی؟ صنف ابتدایی؟ چیزی ابتدایی؟ در کدام ساختار؟ وقت به انجام رسید. خوب در کدام ساختار؟ چی به جواب شما؟ ابتدایی. مرحمت اصلا که درست گفتید. مرحمت محترم راویچ خیلی که میدانیم 5 فرماسیون جمعیتی وجود دارد، یعنی جماعه ابتدایی، بعد از آن جماعه غلامداری و همچنین فئودالی و بعد از فئودالی کاپیتالیستی و سوسیالیستی. جماعه غلامداری به خاطر چی ما این جواب رو از طرف گروه پیشنهاد کردیم؟ به خاطر آنکه در جماعه ابتدایی دولت وجود نداشت. یعنی که وقتی جماعه غلامداری با وجود آمدن دولت و پیدا شدن مال و ملک، یعنی به همین سبب ما میگوییم که جماعه ابتدایی، برای که همه برابر زندگی میکردند. نام شما چی است؟ زبونیسا. زبونیسا. شما امکان پیدا میکنید که در یکی از برنامه‌های آینده ما به نوبت شرکت ورزید. جواب درست است. شکریه. خیلی خوب رساندید و مرحمت شبنم شما نیز آهسته آهسته به پیش میگذارید. در این دور در دوری چهارم سوال‌ها باز دشوارتر
و وقت نیز درستر می شود. قاعده بازی ما چنین است که اگر شما تا به همین خط سرخ رسیده، ما باید که به همون نفر که تا اینجا رسیدن یک سوال پیشنهاد کنیم. اگر ملکه بانو یا مفزونه با همین سوالی پیشنهاد کنیم من جواب درست دهم، کدام جواب درست بود وای به پیش میگذرد. اگر شما جواب پیدا نکردید، پس شبنم و سعیده نیز امکان دارند که توپ در همین خط به شما برابر شوند. خب به هر دوی شما یک سوال. اگر یک مسابقه باشد برای به بلندی پریدن میان شیرخوران، انسان در جای پنجم می ایستد با 242 سانتی متر به بلندی جهیدن. رکورد جهانی آدمان همین قدر است. در جای چهارم انتیلوپ می ایستد. در جای سوم کنگورو می ایستد. در جای دوم پوما می ایستد. در جای اول کی است یا چی است؟ 40 ثانیه وقت. مسابقه ای که برای به بلندی پریدن باشد، در جای پنجم انسانیت، در جای چهارم انتیلوپ، در جای سوم کنگورو و در جای دوم پوما می ایستد. در جای اول کی باشد؟ شیرخوران. این مسابقه بین شیرخوران است. ولی یک جواب شما اگر خطا باشه شما امکان دیگه جواب ندارید. برای هر دو فکر کنید 40 ثانیه وقت است. مسابقه اگر مسابقه باشد برای به بلندی پریدن میان شیرخوران، جای پنجم انسان، چهارم انتیلوپ، سوم کنگورو، جای دوم پوما و جای اول کدام شیرخور است؟ وقت به انجام رسید. موضوع نه من نگاه میکنیم. من جوابهای شما رو گوش میکنم. یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر مسابقه میان شیرخوران برای به بلندی پریدن باشد، در جای پنجم انسان، در جای چهارم انتیلوپ، سوم کنگورو، دوم پوما و یکم یوز. کی؟ یوز. یوز؟ شیرخوران اوله شاخ. خب یوز جواب شما. جواب شما چی؟ بوزی کوهی. بوزی کوهی. اگر مسابقه باشد برای به بلندی پریدن، در جای پنجم انسان میان شیرخوران، در جای چهارم انتیلوپ، در جای سوم کنگورو، در جای یکم دوم پوما و در جای یکم دلفین می ایستد. جواب هر تون. شبنم من با شما سوال میدیم و وریانت دارد. خب سوال آسان است. عضو کلانترین داخلی ارگانیسم انسان کدام است؟ وریانت ها: شش، معده، روده 12 انگشته و جگر. 30 ثانیه وقت. با یکان طرف نگاه نمیکنین؟ عضو کلانترین داخلی ارگانیسم انسان کدام است؟ شش، معده، جگر، روده 12 انگشته. شش، معده، روده 12 انگشته و جگر. جگر. کدام کلانتر است؟ به اندیشه شما. جگر باشد. وقت به انجام رسید. شبنم عضو کلانترین داخلی ارگانیسم انسان کدام است؟ آخران بار میپرسم. شش، معده، روده 12 انگشته و جگر. جگر. جگر؟ وریانت شما جگر. دیگر نمیکنید. روده 12 انگشته چقدر کلان است؟ تصور میکنید؟ خوب. کلانترین. روده 12 انگشته دراز میباشد. خب. جگر کلان. جگر. شش نه. معده هم نه. شبنم وریانت آخران. جگر. معده عضو کلانترین داخلی ارگانیسم نیست. روده 12 انگشته واقعا دراز است، ولی عضو کلانترین داخلی ارگانیسم انسان جگر است. حاضر من با سعیده اکو سوال پیشنهاد میکنم. در صورت که سعیده جواب درست داد به پیش میگذرد و بعد با هر سه شما با یک سوال دیگر. سعیده
سوال در دور دوم با شما. زردوشت رو میدونید؟ خوب، یکی از چهره‌های تاریخی، گوش کنید. 3 نکته اساسی تعلیمات زردوشت کدام هایند؟ 20 ثانیه وقت. 3 نکته اساسی تعلیمات زردوشت کدام هایند؟ اول شما فکر کنید و سپس اگر که ندانید از گروه مراجعت کنید. مرحبا، با گروه مراجعت کنید. رفتاری نک، پینداری نک، کرداری نک. یک بار دیگر. وقت به انجام رسید. یک بار دیگر. رفتاری نک، گفتاری نک، گفتاری نک، کرداری نک، پینداری نک. پینداری نک. درست. برام. اگر حاضر سیدا، اگر حاضر با سوالی که من پیشنهاد میکنم این 3 نفر جواب نگردونه، پس شما میتونید که با اینا برابر شوید. سوال بر 3 شما. موزونه، ملکه بانو و شبنم. آماده؟ وقتی که آن را میخرند رنگی سیاه دارد. وقتی که استفاده میبرند رنگش سرخ میشود. وقتی که میپرتویند رنگ خاکی رو میگیرد. چی است؟ انگشت. اگر وقتی که میخریم اون سیاه است. وقتی که استفاده میبریم رنگ سرخ میگیره. وقتی که خاکسترش رو رنگ خاکستری رو میگیره. سفید. اگر حاضر شما حتی وقت رو نگاه نکردید، اگر جواب شما نادرست باشد و من با اینها وقت دادم، پس شما امکانی به همین سوال دیگر جواب دادن ندارید. موضوع سوال خودم مطمئن. وقتی که اونو میخرن رنگ سیاه دارد، زمان استفاده رنگش سرخ میشود، ولی وقتی که اون رو میپرتویند رنگ خاکی رو میگیرد. این انگشت است. و در همینجا ما با موزونه یک سوال پیشنهاد میکنیم و اگر موزونه دانست پس غالبی نمایشی اولی ما میشود و صاحب راحت با مرکز تعلیمی قلم. شما با فنهای علاوه‌ای میروید؟ کدام فن؟ فنهای شیمی، بیولوژی. با زبان آموزی شوق دارید؟ زبان انگلیسی رو خیلی دوست دارم. یعنی اگر شما حاضر غالب شوید پس شما امکان دارید که در یک کورس 3 ماهه به رایگان از همون درجه که میدونید شما میسپرید امتحان و از وی پیشتر 3 ماه امکانی به پول تحصیل کردن دارید اگر به سوال ما جواب دهید. اروپاییان درباره کدام حیوان گفته بودند که آن گویا 2 دم دارد، یکی از پیش دیگری از قفا. درباره کدام حیوان گفته بودند که آن گویا 2 دم داشته باشد، یکی به پیش از پیش دیگری از قفا. جواب فیل. 2 دم دارد. یعنی که خرطومی اون رو با دوم مانند میکنند و دومش از قفا. وقتش دومش. به همین مانند با یگان حیوان دیگر است. اروپاییان گفته بودند که درباره یک جانور گفته بودند که باید گویا 2 دم داشته باشد، یکی از پیش دیگری از قفا. و این جواب میدونید چی است؟ ایواز نکنید. موضوع نکنید. فیل است. ما هم با سعیده، هم با ملکه بانو، هم با شبنم ایسوری سپاس میکنیم. خیلی غیرت کردید، فقط جرأت نکردید. جرأتی جواب دادن نکردید. من بعد جرأت رو زیاد کنید. باور داریم که در دیگر نمایش‌ها شاید اشتراک کنید و غالب شوید. و ما با شما راحت برای آموزش رایگان در مرکز تعلیمی قلم همچون تحفه پیشنهاد میکنیم و باور داریم که این رو ثمرانک استفاده میبرید. و نقطه نهایی نمایش ما هم همین است، یعنی تا اونی که یک نفر به زینه اساسی میرسد و به سوال آخران ما جواب میگوید. سعیده چی تاثیرات دارید؟ دشوار بود؟ نه دشوار نبود. عموما که به شما پسند آمد یا نه؟
писанд омад. کدام جهتش؟ چیزهایی که نمیدانستم از خود کردم. اصلا من فکر نمیکنم که شما این چیزها رو میدونستید شما، ولی کمتر یا اندیشه نکردید با سالو و شاید که بعضا سراسیمه شدید. اصلا چیزهای دشوار نبودن. ملکه بانو چی تاثیرات گرفتین؟ من رو هفتاده نیستم چونکه این آزمون ها باز بسیار هستند، چونکه توجه حکومت کشور به جوانان خیلی هم نظرات است و اشتراک کردن این خود نیمی غالبیت است و ما با همین موضوع یعنی که با او غالبیت را مبارکباد میگویم و میخواهیم که ما هم به مثل او در دیگر برنامه ها نیز غالب شویم. اصلا شما اولین شده آمده بودید به خط مره غالبیت اگر هم خیال گیریم، ولی خیلی هیچ بوکی نیست، ولی مهم که تاثیرات خوب گرفتید. یگان چی به خود گرفتید؟ ولی معلومات های عجیب به خودم گرفتم و باور دارم که چنین یعنی که سویه دانش خودم رو در آزمون های دیگر نیز میسنجیم. بسیار خوب. شبنم چی؟ سببی در این آزمون اشتراک کردن من این غالبیت نبود، بلکه دانش خود را سنجیدن می باشد. من مینداری خود را با تشکیل کنندگان این آزمون میرسانم. تشکر. اصلا غالبیت این نسبی است، یعنی ما مقصد ما است که با واسطه شما به همین سوال رو به بینندگان پیشنهاد کنیم. همین قدر. خوب مفزونه. من از تشکیل کنندگانی چنین آزمون ها خیلی مینداری خود را میرسونم و خیلی شاد هستم که در این آزمون غالبیت رو به دست آوردم. باور داشتید؟ نه. کدام سوال دشوار بود؟ سوال ها دشوار نبودن، فقط چست و چلاکی و زیرکی رو طلب می نمود. از همین لحاظ ما هر چهار شما رو تبریک میگوییم. ما با واسطه هر چهار شما با واسطه اون افرادی که شما رو همراهی کردن با چند معلومات عجیب توانستیم که به بینندگان پیشنهاد کنیم. نمایش برای آنهایی است که میخواهند که سویه دانش، مهارت و ملکه و جهانبینی خود را سنجند. پس اگر شما نیز چنین خواهش دارید، پس میتوانید که در نمایش ما شرکت ورزید و حتما خود را سنجید و البته غالب شوید، صاحب تحفه شوید. تا بازدید.